بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارم بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم. السلام دوستانی عزیزم، نامی من جف و من مسئول این شبکه اجتماعی سفرت خانه امریکا هستم. دیروز من به خوجند آمدم و اکنون من در میدان بازار خوجند هستم. در گرد و اطرافش یک مسجد بسیار زیبا و باستان و من میخواهم باز مخصوصیاتی خوجند را تجربه کنم. رفتیم. بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارم بلال زارم ساق می بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار. خب تشکر. تو این خوروتی خوجندی درست؟ تو این مزه چی خیلی؟ چی کلافور. تو یعنی تونگ است. اینو بسیار خوب. من میخوام چشم؟ رحمتی کلان. بسیار بامزه است. خوب، من کروتو رو خریدم از آن یعنی گوشتی خوش. السلام شما چیکن؟ سلام. تو این از کدام نمودی گوشت است؟ خوب، یک دانه و یک دانه این. یک دو. خوب، من بسیار گرسنه هستم. از آن یک سمبوسی خوجندی باید چشم. این سمبوسا از چی؟ سمبوسا با گوشتی گوستان؟ خوب، ادونگا بسیار خوب. و سوای متر چند پول؟ 15 سوم. خوب، من فقط یک میخواهم. اشتهایتان. پر کن همه جامم در فصل بهار